شما اونجا گونی هم بپوشی فروشنده میگه بهت میاد. شغل اصلیتون چیه؟ اسباب بازی فروشیه. دو مدل دزدی داریم. مدل هستش که یکی نقاب میزنه و میره بانک میزنه. یه مدل دیگه هم هستش که وقتی اینستا اومده هر کی هر جور بتونه داره دزدی. منظورم این کسایی هستن که پکیج میفروشن. عزیزان خستتون نمیکنم. میخوایم این دزدا رو بشناسیم که دیگه هر کسی خیلی راحت گول نخوره. مشتری میمد میگفتم خب بچه الان من میرم به این میفروشم. طرف میمد میرفتم وایستم کنارش میگفتم چی شده که افتخار دادید مجموعه ما رو انتخاب کرد؟ نه خواهش میکنم فلان. گفتم شما همکار مایی؟ گفت نه چطور؟ گفتم چقدر عجیب. هیچی نمیگفتم. لال جون مادرت همینطوری هم بمون. لال شده دیگه آقا. میریم لباس فروشی، خب یه چیزی که تنمون میکنی، ببین شما اونجا گونی هم بپوشی فروشنده میگه بهت میاد. خب دیگه تو اصلا میفهمی که این مستحجنه داره آقا منظور میخواد بکنه تو پاچت. الان خدا وکیلی بچه‌ها پیجش رو نگاه کنید. علی حاتمی، محقق، سخنران و مدرس آموزش فروش، مذاکره و هوش هیجانی، بیش از 3500 دانش پذیر آنلاین و حضوری. جایی برخوردی چیه؟ چون فقط تولید محتوا رو داشته باش خدا وکیلی. مثلا آقا یکی میاد مثل من آقا اینا رو نشون میده، یکی دیگه میاد آقا موزیک میسازه، یه تصویرم حالا روش میذاره، اونم به قرآن بازم میشه تولید محتوا رو. اصلا خدا وکیلی بچه ها اشتباه نکنید، این ویدیو اصلا صدا نداره. این همینه. بعد چی؟ اینکه اومده چی کپشنی نوشته مثلا انرژی منفی ها رو ازت خارج میکنم و بیهوش میشی. من ماهده هستم و ویدیوهای ASMR درست میکنم که دیدنش باعث آرامش، بیشتر رفع استرس، ایجاد خواب آلودگی، در نتیجه خواب بهتر میشه. بچه کامنت‌ها رو بخونید. خوش به حالش که با آرزوت رسیدی. دوستانی که تازه میخوان ترید رو شروع کنن یا علاقه‌شو دارن یا حالا مثلا میخوان برن سمت همچین کاری، بعد نمیدونن از کجا شروع کنن، میخوان برن پکیج یا پیجای مزخرفی که همین هموطنای خودمون درست کردن ببینن مثلا تریدر بشن. بچه‌ها یکی هست اینا رو آقا میگه، آقا نشون میده، بیاید ببینیم. یه دقیقه بیا این ویدیو رو با دقت ببین، کارت دارم. توی برخورد اول که معامله منو فعال نکرد، منتظر بمونیم برگردیم ببینیم فعال میکنه یا نه. 0.5% میخوایم روش ریسک کنیم. ویدیوی زنه کلا 0.5% سرمایه ریسک این معامله است. الان معامله منو فعال کرد. اونایی که معاملهشون فعال نشده، بچه‌ها اینو بگم، من از ترید، از فاکس، نمیدونم چه بازارهای ما چی و ارز دیجیتال و یعنی بکشیم هم، یعنی تو ذهنم نمیره که آقا این چی به چیه، چه جوری اصلا داره کار میکنه، چه جوری از این میشه پول در آورد. حالا مثلا یه عده میخوان اینجا کلاهبرداری کنن، بیاید اینا رو ببینیم. ما دستی بزنن فعلا، روی تارگت هاتون هم بمونین. همونطور که رو استاپاتون میمونین رو تارگت هاتون هم بمونید. یه 10 بیت بره پایین رو تارگت تاچ میشه. با دقت دیدی، حالا اینو ببین. تو برخورد اول معامله منو فعال نکرد، حالا منتظر بمونیم ببینیم برمیگرده فعال کنه یا نه. 0.5% میخوایم روش ریسک کنیم. 0.5% سرمایه ریسک این معامله است. خب الان معامله من فعال شده. شما اگه معاملتون فعال نشده دستی بزنید. روی تارگتتون بمونید دیگه. همون رو روی حسابتون میمونید. باید این که مثلا الان گفتم بیت چی بلد نیستم، الان فهمیدم که این ویدیو
با همون ویدیویی که زنه گذاشته بود یکیه. الان من چیکار کنم؟ وگرنه برایندتون مثبت نمیشه. وضعیت خودت دیدی دیگه. اون موقعی که من این دوتا جوجو بلایی کوبیدم اومدی گفتی نه اینا رو الکی داری میکوبی، کارشون درسته. دیدی گندش در اومد، اصلا چیزی جلوشون نیست. 2 ساله دارم تریدر فیک و قلابی معرفی میکنم، عکس بهم نشون بدی میفهمم ته یارو چیه، چه برسه به فیلم دیگه. این وضعیت درست نیست آقا. آقا این مقایسه قلاب خوب و بد و بذار بهتون بگیم دیگه. الان یکی هست میخواد بهمون بگه. قلاب بچه‌ها که میگیم اون کسی که میخواد ویدیو شما رو نگاه کنه براش سوال ایجاد بشه که برای چی من دارم ویدیوی طرف رو نگاه میکنم. 2 نفر رو میخوام بلند شن. 2 نفر وایسادید، گوشی‌ها پایین، شما 2 تا پات پایینه، شما هم 2 تا پات پایینه. شما یه پاتو بیار بالا. حالا ادای افتادن در بیار. پاتو بالاتر بیار، تعادلت واقعا به هم بخوره. شما 2 تا پات پایین باشه. حالا لغزش بگیر، حالت افتادن. بیشتر هر سمتی دوست داری. شما بین این 2 شخص دوست داری کدومو ببینی؟ آفرین. قلاب محتوا اینه. یه کاری کن مخاطب نتونه چند ثانیه اول چشم ازت برداره. این قلاب. دیدید؟ حالا این عزیزمون کیه؟ من یک سوال دارم، شغل اصلیتون چیه؟ شغل اصلیش بچه این آقا رضا اسباب بازی فروشیه. آقا خیلیاش هنوز مونده از همین پکیج فروشایی که بذار بریم کلاهبردار، از همین کلاهبرداری که چرند مزخرف فقط دارن تحویل میدن. خب این ویدیو خیلی داره بچه، تایمش میره بالا، نمیخوام شما رو زیاد خسته بکنم. اگر دوست داشتید میتونم براتون پارت دومشم براتون بسازم، فقط کافیه که با لایک کردن، با کامنت کردن، با سابسکرایب کردن میتونید به من بفهمونید که پارت دومشم براتون بسازم، کلاهبردارهای بیشتری بهتون نشون بدم. در خدمت شما هستم و بدرود.